کسی که دختری را 3 دختر را کلان جوان میکنه، کالای اسلامی برش میپوشانه، نان برش میخورانه، رحمت و شفقت برای دختر خود میکنه. کانت لهن کنه، میباشن این دختران برای پدرشان حجابا من النار. بگوین الله اکبر. این 3 دختر در برابر آتش دوزخ دیوار میشه و این پدر را طرف باغهای جنت روان میکنه. پس وقت خانه میری، خواهرت یا دخترت میبینی که احترامش کردی، نانش دادی، لباسش دادی، شفقتش کردی، محبتش کردی، یادت بیار که دیوارهایی است در برابر آتش جهنم و تو طرف جنت میری. پس خانه تو بهشت شده است. خداوند خانه های ما و شما رو بهشت میگرداند. یک صحابه گفت که یا رسول الله علیه السلام، اگر یک نفر 2 تا دختر داشته باشه، محبت کرده باشه، کالا داده باشه، نان خورانده باشه، شفقت کرده باشه و بر بچه دختر را کم نگرفته باشه، او را چی میگین یا رسول الله؟ بلند زمزمه میشنوم صلی الله علیه و سلم. پیغمبر اکرم علیه السلام گفت که 2 تایش هم از دوزخ نجات میده پدره. یک صحابه مبارک گفت اگر 1 تا داشته باشه، گفت 1 تایش هم نجات میده پدره. خداوند ما و شما را نیک بخت بگرداند.